این داستان سیک. سلام به همه. سلام. اینجا چه خبره؟ سیرکه؟ آها، فهمیدم. توپ باز. یه توپ باز. بند باز. یه بند باز. دلقک. و یه دلقک. وای، بیاین نمایش رو شروع کنیم. قصه های پوکویو. سلام پوکویو. اون چیه؟ قصه. یکی بود یکی نبود. یه دایناسور بود. اون رفت باغ وحش. به دایناسور کلی خوش گذشت. اون با دوستش مورچه تماس گرفت. دایناسور از دوستش مورچه خواست که بیاد باغ وحش. مورچه رفت باغ وحش، اما دایناسور اونجا نبود، چون اون توی موزه بود. به دایناسور داشت خیلی خوش میگذشت. اون با دوستش مورچه تماس گرفت و ازش خواست که به موزه بیاد. مورچه رفت موزه، اما دایناسور اونجا نبود، چون اون تو سینما بود. اونقدر از فیلم خوشش اومد که با دوستش مورچه تماس گرفت و ازش خواست که به سینما بیاد. آخرش مورچه و دایناسور با هم فیلم رو نگاه کردن. فیلم در مورد یه باغ وحش و یه موزه و 2 تا دوست در سینما بود. پایان. معرفی میکنم پوکویوی توپ باز. واو! اوه! و حالا الی بند باز. عالیه! خانوم ها و آقایان، پاتوی دلقک. خیلی خنده‌دار بود. چه سیرک باحالی! چرخ رنگ ها، به نمایش خوش اومدین. رنگ امروز هست سفید. همه دنبال یه چیز سفید بگردید. یه چیز سفید. شما چی میتونید پیدا کنین؟ خیلی خوب، بیاین عکساتون رو ببینیم. یه قارچ سفید، یه فنجان سفید و یه بشقاب سفید. خوبه، بازم دنبال چیزای سفید بگردیم. یه رایانه، بله سفیده. یه بالش سفید، عالیه. و این بچه ها میدونین این چیه؟ یه خرس سفید. یه خرس سفید، خیلی خوبه. آفرین به همتون. سلام
سلام به همگی. دارین چی کار میکنین؟ بلیت. شما بلیت دارین برای خانم ها و آقایان، دخترها و پسرها، کوکویو با افتخار معرفی میکنه. الی! بچه ها میتونین به هم بگین الی چی کار است؟ بند باز! درسته. پاتو! پاتو چی؟ دلقک! کجا دلقک؟